با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. روکش ماهیان هستم و امروز آمدم که مدل زیبای موی خود را به شما نشان داده و روحتان را باز کنم. همینطور که میبینید آقای فوتوگرافه به من گفتن که دستهای من همیشه باید اینطوری در روی موهایم باشد. چتونه مورد شور برده ها؟ به شما ربطی ندارد که من غذا چگونه خواهم خورد و یا آن گلاس واینم را چجوری در دستم نگه خواهم داشت. همونجور که داشتم میگفتم ملت نمک نشناس، همونجور که میدانی تصمیم گرفتم که آمده و اکستنشن های خود را، اکستنشن های موی خود را که دیگر بسیار قدیمی شده بود از سر کنده و همونجور که کنده داشت میشد خب موها هم از بین میرفت دیگر و تصمیم گرفتم که موها را کوتاه کرده، زرد کرده و این مدلی آمده و دل شما را کمی باز کرده. I have to put the hand up here. و افکار شما را از خاک فروشی، آب فروشی، مرز فروشی، کلیه فروشی، رود فروشی، توجه شما را که جور دیگری به طریق موهای خود آورده و روحیتان را یک کمی باز کنم. همونجور که میدانید با این مدل موها چتونه مورد شور برده ها؟ با این مدل موها آرایش بسیار باید غلیظ باشد. این خطی اینجا باید بسیار قهوه‌ای به صورتی که کسی شما را مشت زده و کبود شده است باشد. دماغ هم بسیار باید قهوه‌ای رنگ باشد که همون کانتورینگ می باشد. آن کانتورینگ اگر در عکس های من بروید و نگاه کنید بسیار قهوه‌ای باشد ها. چطور هست؟ هر مدل مویی آرایش مخصوصی دارد. با این مدل مو کبود باید باشید که یعنی کسی کتکتان زده و شاید شما هم کسی را کتک زدید، فرقی نمی کند. البته هنوز هم در صفحه من داخل مزخرف گفتن، بی‌تربیتی کردن، فحش‌های ما تحت دادن و بعضی از شما بنگاه محبت باز کردید در صفحه من. البته صفحه من مثل گاراژ علی واز است به روی همه و عام و خاص می توانند تشریف بیارن و هر چی که از دلشون می خواهد در صفحه من بگوین. اما اخیراً آنجا در صفحه من و امثال من بنگاه محبت هم باز شده است. یعنی کاملا در روز روشن بسیار خانم ها داخل صفحه من دنبال مسائل آنچنانی می‌گردند. البته در بین آن حرفهای بی‌تربیتی و نامشروع و بنگاه محبتی چند تا از دوستان بسیار خوب هم از این کار بسیار شجاعانه من تقدیر کرده و yes it takes a very brave woman. چتونه مورد شوربرده ها؟ خب باید شجاع باشه آدم که بره موهاشو اینجوری کوتاه کنه. کار بسیار شجاعانه ای هست، هر کسی نمیتواند انجام بدهد. راستی یادتان نرود ملت نمک نشناس، با این مدل مو باید حوله نه ملافه سفید دورتان بندازید و ساید سینه تان را دیگه چتونه مورد شوربرده ها؟ ساید سینه یعنی یک طرف سینه تان را باید نشان بدهید. عکسش هست در صفحه هم، بروید ببینید که منظور من چی هست. دستتان را اینجوری نگه دارید، یک طرف سینه تان را نشان بدهید، نگران غذا خوردن و آب خوردن اینجور چیزها هم نباشید و خواهش میکنم این حرفای بی‌تربیتی ماتحتانه و داخل شلواری و بنگاه محبتی و نامشروع را از صفحه من بیرون برده و یه خورده کلاس وارد صفحه من بکنید. اگر کلاس ندارید خواهش میکنم به صفحه من وارد نشوید. امیدوارم که از مدل موی زیبای من خوشتان آمده باشد. I have to put my آقای فوتوگرافی بسیار عصبانی میشوند اگر من این دستم را تکان بدهم. Alright, hadi güle güle. Hoşça kalın. Sevgilim, yavrum. Hadi güle güle. برید دیگه. برید که
من این دستمو بردارم، این فقط برای فوتوگرافیه. خدا دستم کج شده، اینجوری میمونه ها. برید و fena gittim. Ne istiyorsun? Çok güzelsin ha. Ben çok güzel yavrum. Sevgilim çok güzelim. یادتون نره راستی ها، اینجا باید کبود باشه. برین دیگه بابایه. نه جدی دیگه. هادی گود بای. بای بای.